استاد عزیز بسیاری ها رو میبینم قرآن رو به تجوید میخوانند و بسیار به اهمیتند. در این باره کمی صحبت میکردیم. برادرای عزیز، هر کسی که قرآن میخونه، ولی بینین در عباره های مختصر ما عباره های داریم، میگه که انا نفری میگه امامتی کرده میتو والاولا بالامامتی اعلم بسنتی ثم الاقرا. ولی بینین میگه کی امام شیده میتوند، کی نماز مردم حق داره بخونه؟ یکم عالمی که یعنی از علم برخورداره، وای مقصد فرض میدانه، واجب میدانه، یعنی سنت میدانه، مستحب میدانه، مکروه میدانه، مباح میدانه، مفسد میدانه، در درون نماز رکنهای نماز میداند که کدامش به ترک کدامش نماز چی میشوه. دویم گفتند ثم الاقرا، نفری که قرآن درست میخونه. برای همین است که آدمی وقتی قرآن نادرست میخونه، کسی اگر قرآن درست خونه و خطای او را که میگیره، نماز این آدم ای پشت این آدم درست نمیشود. و هر کسی که اگر قرآن به تجوید میخونه، هم خودش گناهگار میکنه، هم گوش کننده را گناهگار میکنه. قرآن میگه ورتل القرآن ترتیلا، شما قرآن را با همون ترتیلش کنین، یعنی او طریقی خواندن داره. هر یک حرکت قرآن را باید که بجا بیارین. هر حرف قرآن برادرها بینین از خودش مخرجا داره، از کجای دهن، از کجای مثال باید که بگیم زبان ما و شما بیرون می شود. برای همین این چیزا بسیار اهمیتی هست، این بسیار مهم است. و هر کسی که چند سوره میدانی، برای همین ها را در پیش یک اهل علم بگذارون، در پیش یک قاری بگذارون، تا که با همون خواندگیات با گناهگار میشه. آخه من در یک جا کار میکنم. سوال دیگر، خب معاشم را نمیدهند، با این سبب یگان دروغ گویم تا که معاشم را گیرم، گناهگار میشوم. و گوید بابا جان دروغ گفتن در کدام حالت ها درسته؟ اکو دروغ گفتن برادرای عزیز در سه حالت میگه درسته. یکی در اصلاح بین مردم، یکی در جنگ، یکی در برقرار کردن زندگی یک مرد یک زن. دروغ در این حالت ها میگه درسته. یعنی ما برای آنی که در بین مردم خب یگان فتنه و یگان بدبینی مثال در بین دو قبیله پیدا نشود، برای اینها را نیک کردن، اگر با سخن دروغ هم که اینها را جمع کنیم اجازت هست. دویم جنگ خودش دروغ است. یعنی همون نفر میخواهد را میکشد، تو مثال هر گونه راههای را استفاده میبری که با راههای فریب او را میتونی که مثال نابود کنی. همین در جنگ هم راههای فریب و دروغ استفاده بردن درست. سیوم جنگی که دروغی که گفتیم برای بین زن و شوهر به جا آوردن. میتونیم بریم پیش زن بگیم مردک بسیار پشیمانه، میتونیم پیش بریم مردک بگیم زنک پشیمانه. اگر چندی که اونا پشیمان نیستن، اگر چندی او حرفایی که من بردم او حرفا همش دروغن، لیکن مادام با همین حرفا که ما یارا زندگیشون یک کنیم جمع کنیم اجازت هست، هیچی باقی ندارن. و این برادر ما هم برای آنی که معاشم را گیرم دروغ گویم، اکو اینش در این سه تا داخل نمی شود. برای همین دروغ گفتن یک بدی داره که وقتی هر یک کاری دا آدم عادت کند دادر عزیز، بعد دیگر دائم همین چیزا برای خودت آسان میشماری و دروغگو میشه. از همین لحاظ وقتی که تو کار کردگی دروغ نگو، بگو ضرورم، زیرا که هیچ آدم به ضرورت نیست.
بگو ضرورت دارم، بسیار برای من مهمه. مقصد با همین حرفایی که راستن و در کارن، با این میتونین انشالله معاشتون گیرید. لیکن برای معاش دروغ گفتن اکو اینش اجازت نیست برادر عزیز. خب سوالی از چی سبب در روز جمعه 2 رکعت نماز فرض را جدا میخوانند و 2 رکعت دیگر را جدا؟ اکا هر چیزی که برادرای عزیز انا با گویم آیت و حدیث که ثابت شده است و دیگر چیبه ندارد. یعنی مادام خدای مهربان امر کرده است که ما در روز جمعه باید 2 رکعت خوانیم، همون 2 رکعت هم میخوانیم. خدای مهربان امر کرده است که باید نماز بامداد 2 رکعت فرض باشد، همون 2 تره میخوانیم. یعنی چیزی را که الله دستور داده است ما فقط اجرا کننده ایم. چیبش برادر عزیز جواب ندارد. استاد عزیز درباره حضرت خضر یگان حدیث هست، کمی درباره این حضرت معلومات دید. من انشاءالله شاید همین روزهای نزدیک درباره حیات خضر و کی بودن خضر برای شما معلومات میتونم. سوال دیگر، بابای حاجی گاها ایمانم ضعیف میشود، در نماز به پروایی میکنم ولی شکر خدا وقتای آخر کوشش میکنم، مجبور میکنم، ولی در دلم هر گونه وسواس پیدا میشود. در وقت قرآن خواندن خوابم میبرد، در سجده هر خیل بتها در چشم میتابد. باز زود توبه میکنم اما نمیشود، حاضر باشد وسواس میشوم. باید من دینی نصرانی را انتخاب میکردم. استاد عزیز با من مصلحت دیگه چیکار کنم؟ اکو وسواس برادر عزیز خیلی کسلی حقیقتا دشواره با این وسواس روزگذرانی وزنی نه. انا فقط در این برادر عزیز انا می قرآن زیاد خواندن، در گوش هاتون همو نوشنیکا را مانده و رقیه گوش کنین. یعنی همون آیت هایی که در مقابل جینای همون را از گوشتون تماما نگیرین. قرآن بسیار بخونین، پای به طهارت بگردین، آیت الکرسی را در دستاتون بخونین، در بدناتون بمالین. انا کمی راه های شبم حتما با طهارت آیت الکرسی، سوره اخلاص، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس بخوان، در بدنت صوف کن، دستات صوف کن، بدنت بمال. با همین میتونی که شما از همین بیماری خلاص شین. و بعد یگان آدمی خوبی ایتا نفس تازه انا با تقوا را بیار یک بار دعات بخونه، انشاءالله خوب میشه برادر عزیز و گرامی. خب سوال دیگر، آیا گرد قبرها را رشاتکه گرفتن جایز است یا نه؟ اکو باید در قبر برادر عزیز ما هیچ چیزی را که مردم زنده به او احتیاج دارد باید در اونجا صرف نکنیم. شما بینید که حتی در درون قبر همون لحد محکم کردن شد، در کتاب مختصر خودمان میگه با غیشت پخته یا با چوب مکروه است. یعنی اگر ما چوب یا غیشت پخته را استفاده بریم گناهگار میشیم، زیرا میگه به این آدمای زنده احتیاج دارن. از این لحاظ ما وقتی که همین قبر را بردیم و خاک که پرتافتیم، دیگر برادرها گرد و اطراف او را دیگر نه رشاتکه کنین و نه قصر و قبله کنین. عینگاه شریعت همون قبر باید به طریق همون عادیه که هست باید باقی ماند. زیرا پیامبر گرامی را بینین میگه قبرستان برین تا عبرت بگیرین. یعنی عبرت گرفتن از همون خانه قبر که میبینی عبرت میگیری که منم پگاه مقصد میام خاک میشم. وقتی او را به قصر و قلعه و با دیگر چیزا وقتی که ما زیب زینت میتیم دیگر جای عبرتگیریش نمیمانه. دیگر میریم همون نقش نگاه را تماشا میکنیم و خلاص میگردیم. برای می از نگاه دین جایز نیست برادر عزیز. سوال دیگر، بابا جان مادری که فرزندش را دهان گفته حقارت میکند شما چی میگویید؟ که دیگر خدای مهربان پرده کند مادر و پدرهایی را که فرزندا را حقارت گفتی این برادر ما از دهان حقارت میکنند. دادرای عزیز دیگر
شما در عوض این خیل پدر و مادر غمگین نباشین. اما میگه آدم که ای 40 گذشت، وقتی میبینی که در او یگان بهبودی نیست، دیگر اگه دوامی عمرش خدا میدونه که او خوب میشوه یا نمیشوه. برای همین شما برادرای عزیز رنگی پدر و مادرتون نشین. شما همین کاری بده که از او دیدین، نفرتتون که آمده، خوش به حالتون، خوش به حالتون که شما همین کردار بدی اونها را درک کردین که همین کردار همیو کردار بد بده. شما دادرای عزیز اهمیت چون نتین، بگذار حقارت کردن گیرد. شما همین قگوین که حیف بر همون نام زیبای پدر و حیف بر نام همون زیبای مادر که شما همین نام صاحب نو حیف شده است همین نام در شما. زیرا پدر و مادر این حقوق ندارن و این معامله را در نسبت فرزند ندارن. دیگه از این زیاد نگیم برادر عزیز، لازم هم نیست. خداتون اصلاح کنین، خداتون درست شین، انشاءالله دیگر خوب میشه همش. خب برای چی زنها در وقت نماز اذان نمیگویند؟ زیرا که در شریعت برای زنها برادر عزیز اذان، اقامه گفتن اینها نآمده است. یعنی فرق نماز زن هم از مرد در همینه که اونها اذان و اقامه نمیگن برادر عزیز. یعنی زن باید نه اذان گوید نه اقامه گوید. همین راست هم میان نیت میکنن رفتن میگیرن. چیزی را که شریعت معین کردگی است، بین نه تنها اذان، مثلا نماز جماعت با گردنشون مثال خیلی که در گردن ما و شما سنت مؤکده، در گردن یا سنت مؤکده نیست. همچنان نماز جمعه، خب همچنان نماز جنازه، ببینید همینا در گردن زن نآمده است. به این خاطر چیزی که شریعت معین کرده است از همون زیاد دیگر اینها کاری کردن نمیتونن. بابای حاجی در وقتی زمین لرزه در مسجد در نماز باشی، همانجا از دنیا گذری حکم شهید را میگیری یا نه؟ یعنی اگر به شرطی که در نماز بودین که مسجد در بالاتون چپه شید، خود زمین لرزه بود خود زمین لرزه نبود، وقتی شما زیر خاک موندین و دیوال موندین و ای دنیا گذشتین، شما حتما درجه شهادت میبرید. اگر در مسجد هم نه، در همین خانت هم خواب هم باشی، همون امارت در بالا چپه هم شود، تو شهید گذشتگی. یعنی همون شهیدهایی که گفتیم 5 نوع شهید، یک تاش همون کسی که زیر همین خاک دیوال و زیر امارت میمونه. استاد جان جنازه پیغمبرمان را کی خوانده است؟ برادرای عزیز، پیغمبر نازنین مونه جنازش در هیچ کس امام شدن در حق نداره. پیغمبر این خود امام هست، این خود پیشوا هست. برای اینها برادرای عزیز هیچ کس امام نمی شود. وقتی که حضرت که ای دنیا گذشتن، مردم چیکار کردن؟ مردم آمده 10 کس هر کی نماز جنازه را خودش به خودش نیت میکنه، جنازه حضرت هم میخونه و میبرویه. یعنی تمامی همون اصحاب پیامبر 10 نفر آمدن در خانه پیامبر که خانه عایشه مادرمون بود، خانه پیامبرمون بود. همونجا که جان سپاریدن همونجا گفتن مرا دفن کنید و در همون خانه در آمده 10 کس نماز جنازه را خودشان هر کی به خودش نیت میکرد و میخواند و میبرامد میرفت. هیچ کس یعنی امام علاهیده برای پیامبر نبود. برادر عزیز، ما در سنگتوده کار میکنیم، 15 روز در خانه ما، 15 روز در کار. در همین حالت چگونه نماز خوانیم؟ یعنی نماز قصر برادر عزیز، وقتی که ما تا 15 روز نیت کنیم، اگر جای میریم که نیت 15 روزه باشد ما مسافریم، یعنی نمازامون کوتاه کرده میخوانیم.
4 رکعت فرضه 2 رکعت میخونیم. لیکن نیت مونای 15 زیاد باشد، انا که وقتی در امو مکانی که رسیدیم بعد نمازها را برادر عزیز پره میخونیم. من در مهاجرتم پدرم از دنیا گذشت. من از سبب راه ها محکم بودند رفتن نتونستم. آیا گناهگار شدم؟ برادر عزیز، هر کسی که در کجایی که باشید، اگر شما مبادایی که مرگ پدر و مادرتون دریاب نکردین، شما یگان گناهگاری در پیش الله مهربان ندارین. یگان گناهگاری ندارین. اگر در پیشش باشی و وقتی دلش ایتو ناراضی باشد، این بدتره برادر عزیز. من دورم که باشم، وقتی دل پدرم دل مادرم از من خرسنده، یعنی در حالت مرگ دریابم که نکرده باشم، جنازش دریابم که نکرده باشم، انشاءالله یگان گناهی ندارد، زیرا پدر از من راضی بود. اگرچه با شما عذر دارین که شما راهاتون بند بود، اگر در همین خود شهرم باشیم، بگذار مثال یک بازار میریم تا میم که مادرمون یا پدرمون ناگهان دنیا گذشته، پس چی ما گناهگاریم؟ نه، فقط راضیگی پدر و مادر را دریاب کن در کار. حالت مرگش اگر بدانی و باشی و بالا که سرش ده کلمهش بگوی، یاسین بخوانی، این نور بالای نور. لیکن اگر مبادایی که یکی کار می افته، یا سفری می شود، یا ضرورت می شود، اینجا رازگیش ای همه مهمه. دیگه شرکت نکردنت یا دریاب نکردنت برای تو یگان گناه پیش الله مهربان ندارد. استاد می گفتید که حضرت مریم مادر حضرت عیسی و بی بی رابیه پیغمبر بودن؟ نه برادر عزیز. از اول دنیا تا پیغمبر آخر الزمان که پیغمبر خودمان است، هیچ زن پیغمبر شدگی نیست. یعنی اینها زنهایی بودن که این مادر پیغمبر بود و اینش بی بی رابیه بهترین زنی بسیار پاک دامن، زنی با خدا نزدیک، زنی از خدا میترسیدگی بودن. لیکن اینها پیامبر نبودن برادر عزیز. بابا جان در خواب خودت را مثل سگ بینی چی معنی دارد؟ من تعبیر خواب نمیکنم برادرها. یعنی تعبیر خواب به خودش علم دارد، من تعبیر کردن نمیتونم. استاد جان در آخرت مثل همین دنیا مهر بین پدر و مادر و فرزند هست یا نه؟ البته هست. وقتی خدای مهربان شما را داخل جنت کرد، شما حتما پدرهاتون را میبینین، مادرهاتون را میبینین، فرزنداتون را میبینین. همون مهر، همون محبتی که مقصد داشتین همه برقراره. بین شما رفت و آمده، بین شما نشست و خیزه، همه اینها در آخرت برقرار و بردوامه برادر عزیز. خب سوال دیگر، شخصی که فرزند نمییابد و نمازخوانی را بس میکند، میگوید که همین قدر سال نماز خواندم فایده ندیدم، حکمش از نگاه اسلام چی هست؟ برادر عزیز، اکو آدم در حیات، یعنی وقتی که نماز میخوانی لیکن خدا فرزندت نمیته، نماز میخوانی کارات برار نمیگیره، نماز میخوانی زندگیت هیچ بهبود نمیشود، آیا این به نماز چی رابطه دارد؟ برادر عزیز و گرامی، اینجا نماز چی عیب و چی گناه دارد؟ آیا تو را به فرزند نمازخوانی کرد؟ آیا تو را کمبغل نمازخوانی کرد؟ نه برادر عزیز، این از روی نادانی شما هست برادرها. این گپ هیچ وقت نزنین که مقصد این قسال نماز خواندم و باز هم صاحب فرزند نشدم. این گپ نزنین، در این شما گناهگار میشین. ناامید نشین برادرای عزیز. نماز
انشاءالله این وقتی ستون دین باشه، نماز این رازگی الله باشه، نماز این گویم روسیا کردن شیطان باشد، برای شما خیر و برای شما بسیار فایده زیاد داره. ولی یک قصه است، میگه یک نفر پیش امام ابو حنیفه آمد، گفت که حضرت من 1000 سوم داشتم، همرا گم کردم، در کجا ماندم فراموش کردم، نمیدونم که در کجا ماندمش. حضرت یگان دعای یگان راهی نیست که همین پولام من بیاوم. گفت شب نماز تهجد دا بخیز، نماز تهجد دا بخوان. گفت انشاءالله از خدا امیده، گفت که تو مبلغ تا میاوی. میگه این مردک شب آمده، شب نماز تهجد دا خیز، همین یه رکعت چه خوانده بود که شیطان به یادش آورد که سوما در فلان جا هست. میگه در درون نماز وقتی به یادش آمد، دیگر از نماز بیرون شد و رفت مبلغاش یافت و غلطید خواب کرد. سحر میگه پیش حضرت امام ابو حنیفه رفت، گو حضرت خدا برکت تیا، بسیار دلالت خوبم کردی، همین یه حرکت خوانده بودم که به یادم آمد، رفتم پول ما گرفتم لیکن دوام نماز دیگر نخواندم. گفت تو شیطان بود که تو را به یادت آورد. برای چی؟ برای که تو نماز نخوانی، برای که تو در این نماز بسیار ثواب زیاد میگرفتی، تو برکات زیاد که میگرفتی، در او پول تا به یادت آورد و این نماز بیرونت کرد. گو برو مبلغش بگیرد و ثواب نماز نگیره، برکت نماز نگیره. برای همین برادر عزیز این کار نکنین. شما با این گپتون توبه کنین و رو به نماز بیارین. الله مهربان شما را هیچ وقت ناامید نمیکنه.